ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ин барномаи иттилоъоти ахбор аст ки аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. صبح امروز در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امام علی رحمان مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. در کار مجلس رهبریت و اعضای حکومت کشور دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و واحدهای ساختاری آن رهبران مقامات مرکزی دولتی اداره‌های نزد پرزیدنت و حکومت کارخانه و مؤسسه‌های جمهوری رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها رهبران مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی مرکزهای تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی و سهامی روزنامه مجله‌های رسمی و دیگر شخصان مسئول اشتراک دارند. در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان نشان دهنده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2021 نتیجه گیری و وظیفه‌های اساسی برای سال 2022 معین کرده می‌شوند. این لحظه‌ها مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان ادامه دارد که از جریان آن در نشرهای منبع اخبار به طور مفصل به شما اطلاع خواهیم داد. ادامه اخبار در پایان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردیده است که حصه صنعت در مجموع محصولات داخلی مملکت باید به 26% رسانیده شده گوناگون سمت استحصالات صنعتی تامین کرده شود. با این مقصد در دایره عملی سازی هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور تدبیرهای مهم راه اندازی گردیده در این سمت از امکانات و اقتدارهای موجوده ثمرناک استفاده کرده می شود. گزارش محمد علی سفر. با تطبیق موفقانه هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور در زمینه استفاده با ثمر امکانات و اقتدارهای موجوده استحصالی در برابر تأسیس صدها جایهای کاری رشد استوار ساحه صنعت نیز تامین کرده می شود. برای رشد صنعت سبک یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه محسوب می‌یابد. در 5 سال منبعد با جلب بیش از 11 میلیارد سومانی جهت کارکرد نهایی نخ پخته کارخانه‌های نو بنیاد خواهد شد. در دوره اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که در پیامشان به مجلس عالی کشور ارائه گردید در سمت تشکیل نمودن 5 مجمع کارکرد پوره نخ پخته تا محصولات نهایی از جانب وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان تدبیرها راه اندازی گردیدند. از جمله در 5 سال منبعد بنیاد 5 کلاستر کارکرد نخ پخته یعنی مجمع کارکرد پوره نخ پخته تا استحصال محصولات نهایی سیگهای کارکرد پخته کارکرد نخ پخته استحصالات رساندگی و بافندگی و رنگ و بار دوزندگی پیش بینی شده است که عین زمان از جانب متخصصان وزارت تهیه لایحه اساسنامه اقتصادی آن ادامه دارد. در صورت عملی گردیدن اقدامات مذکور زیاده از 135,000 جایهای نو کاری مهیا می‌گردد. در دایره سالهای رشد صنعت طریق تأسیس کارخانه‌های نو برقرارسازی اقتدارهای موجوده و افزایش دادن حجم استحصالات امکان هرچی بیشتر کارکرد نیروی اشیاء خام با وجود آمده باز تأسیس هزارها جایهای نو کاری امکان پذیر می‌گردد. مجهزسازی کارخانه‌های موجوده در ساحه صنعت سبک با خط نو تکنولوژی که سالهای آخر عملی کرده می‌شود برای استحصال محصولات عوض کننده واردات و به صادرات نگرانده شده که دارای صفت بلند و جوابگوی استانداردهای بین المللی است در مملکت شرایط امکانات مساعد مهیا کرده شده است. در پرتو هدایت‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وزارت و کمیته اداره ساحه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های مملکت وظیفه‌های نوبتی و آینده خود را مطابق به هدف‌های سیاست داخلی و خارجی مملکت عملی می‌نمایند. با نظر داشت این ساکنان شهر و دهات پنجکن در اساس پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان واخوری‌های علمی و معرفتی را به راه ماندند. در حیات جمعیتی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و علمی و فرهنگی کشور پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همچون چراغ فروزان فشنگ دائم عمل کننده و پیشبرنده جامعه برآمد نموده عملی شدن نقشه وظیفه‌های پیش گذاشته شده امروز و فردا و پیش از همه مطابق به طلبات زمان و در همبستگی با این راه و اصولهای نوترین را بیان و طرح ریزی و پیشنهاد نموده است. امروز تمام جبهه‌های حیاتاً مهم جامعه در زیر تأثیرات بی‌اندازه مهم و راهنمایی کننده پیام پرزیدنت مملکت قرار داشته روند تطبیق و عملی سازی بندهای آن در شهر و دهات پنجکент متشکلانه ادامه دارد. در پرتو این اقدام سازنده پیشوای معظم ملت در شهر و دهات پنجکent در مجموع وادی زرافشان
که یک منطقه ثروت‌های بوی زیرزمینی میباشند برای بنیاد ده‌ها کارخانه‌های صنعت کوکی و متالورژی زمینه با اعتماد گذاشته می شود. مردم این دیار کهن می توانند تحت راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شهر باستانی پنجکن را باز هم آباد و زیبا نموده با مهنت صادقانه و پرثمر خویش برای پیشرفت تاجیکستان عزیز ما همه طرفه مساعدت میکنند. ساکنان شرفمند شهر و دهات پنجکند که مهنت را برکت زندگی می شمارند امروز با مقصد سزاوار تجلیل نمودن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی را با یک جهان آرزو و نیت‌های نیک سرعت بخشیدند. در پیام پیشوای معظم ملت تمام مرحله به مرحله حیات جمعیتی امروز و فردا تاجیکستان ذکر گردید که هر یک تشبث پیشوای معظم ملت برای بهبود گردیدن حیات سیاسی اهالی مساعدت خواهد کرد. ما جوانان همچون پیروان واقعی پیشوای معظم ملت برای حفظ نمودن ارزش‌های دولت و ملتمان سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. در قلمرو شهر باستانی پنجکند کارهای آبادانی و سازندگی از جمله بنیاد مؤسسه‌های ساحه تندرستی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، ورزشگاه‌های زمانوی، بنگاه‌های طبی، مرکزهای خدمت رسانی، کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی با مرام ادامه داشته. موسم نهالشینانی آغاز گردیده گفته می شود که تا آخر فصل بهار با مقصد سبز و خرمگردانی شهر مسیر راه ماشینگرد عینی پنجکند حفظ امنیت اکولوژی مکانهای فرهنگی و مدنی بنیاد باغ و تاکزارها شینانیدن زیاده از 180,000 بیخ نهالهای میوه دهنده و سایه افکن به نقشه گرفته شده است. موضوع دیگر طرز حیاتی سالم رعایت قاعده‌های گیگین شخصی یکی از راه‌های اساسی پیشگیری از بیماری‌های سیرویتی میباشد. امروز که در مملکت‌های جهان شکل نوی بیماری سیرویتی کووید 19 با سرعت پهن می‌شود، رعایت قاعده‌های گیگین شخصی جمعیتی و واکسینگیری حتمی ما را از این بیماری حفظ می‌نماید. علم معاصر ثابت نموده است که با راه واکسیناسیون پیش راه بیماری کرونا ویروس گرفته می‌شود. در جمهوری تاجیکستان در نوبت اول گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کارمندان ساحتی و کلانسالان با سیومی واکسن از این بیماری ایمونیزاسیون کرده می شوند. گزارش خورشید نجمیدین در این خصوص. برای انسان در حیات پیش از همه سلامتی مهم دانسته می شود. اگر انسان سالم باشد جهتی در عمل تطبیق نمودن هدفهای معینش در زندگی تلاش می کند. از این رو امروزها به خاطر پیشگیری بیماری های سیرویتی از جمله ویروس کووید 19 در تاجیکستان تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و دیگر نهادهای زیرتابع آن برای پیشگیری از بیماری های سیرویتی خطرناک عمل می نمایند. این زمان شتام نوی اومیکرون در تمام جهان همروزه با قید گرفته می شود و حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی جمهوری تاجیکستان لازم دانست که دور سیومی واکسن بر ضد بیماری کووید یعنی ریواکسیناسیون را آغاز نماید و در مرحله اول این زمان تمام کارمندان ساحه تندرستی با همین ریواکسیناسیون فرا گرفته می شوند و بعدا تمام شهروندان سن از 18 ساله بالا می توانند به نقطه‌های طبی حاضر شده خود را با همین ریواکسیناسیون فرا گیرند. چرا که در دستورالعمل شتام نوی اومیکرون قید کرده شده از یگانه راه پیشگیری بیماری کووید شتام نوی اومیکرون این ریواکسیناسیون می باشد. یعنی خود را با همین واکسن فرا گرفتن در مرحله سیوم. اگر هر یک شهروند خود را به از همین مرحله یعنی ریواکسیناسیون سیوم گذراند با باور کامل گفتم میتونم که وقتی که شهروند ریواکسیناسیون را میگیرد 90-95% با پرگی از همین بیماری ایمن نگاه داشته می شود. باید تذکر داد که سالمی هر یک انسان و نزدیکان او از خود شخص وابستگی دارد. این زمان گیگین شخصی در مد اول برای سالم بودن خود انسان ضرور است. چون در عرفیت میگویند پیشگیری از تبابت بهتر است و اجرای گیگین شخصی در سلامتی هر شخص نقش مؤثر دارد. این زمان در جمهوری تاجیکستان فصل سرما حکمرانی میکند و همه ساله در هر یک فصل سال بیماری خود را دارد و در فصل زمستان بیماری موسمی به قید گرفته می شوند و طی روزهای اخیر که یک بار هوا بسیارتر سرد شد بیماری موسمی یعنی بیماری سیرویت شدید راههای نفس کم زیادتر به قید گرفته شد. از همه شهروندان احترامانه خواهش کرده می شود چه کودک چه نوزاد چه کلانسالان که در جایهای جمعیتی گشت و گذار را کمتر کنند با نقاب‌های طبی به کوچه ها برآیند. بعدا از
محلول‌های اسپریتی وقتی که به خانه وارد میشوند باید که در هر درآمدگاه هر یک خانه باید که از محلول‌های اسپریتی برای بی‌ضررگردانی دست‌ها استفاده برند و بعداً وارد خانه گردند. هر یک شهروند باید پیش از همه سالمی خود سالمی جامعه را باید که فکر و اندیشه کنند و همه توصیه‌ای که طبیبان داده از طرف طبیبان داده می شود آنها را رعایت کنند. این زمان در جمهوری تاجیکستان واکسن بر ضد بیماری کووید همه روزه شهروندان آمده خود را با واکسن فرا میگیرند که این هم باشد یک راه پیشگیری بیماری کووید 19 می باشد. در زمانی که بیماری‌های سیرایتی اوج گرفته جهان را تهدید می‌کنند به وضع سلامتی خود و نزدیکان و پیوندان اعتبار اولین درجه داده قاعده‌های خاص پیشگیری از سیرایت‌یابی به کرونا ویروس در مملکت را بیش از پیش دستگیری و حتما رعایت نماییم. اینچنین در اساس تدبیرهای اندیشیده شده از ساکنان مملکت احترامانه خواهش کرده می شود که در اساس توصیه طبیبان عمل نموده برای استوار نگاه داشتن ایمونیته همیشه از غذا و نوشابه‌های سالم و ویتامیندار بیشتر استعمال نمایند. خورشید نجمیدین، حفیظالله شگنم، دوشنبه اخبار. حکومت جمهوری تاجیکستان دوامی سالهای صاحب استقلالی با مقصد بهسازی سطح زندگی اهالی و حفظ اجتماعی تدبیرهای ضروری عملی می نماید. نمایندگان کسب و کار گوناگون ناحیه نورآباد فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات‌های بودجتی، اندازه نفقه و استیپندیا را از غمخوری‌های نوبتی جهت حل مسائل اجتماعی می‌سازند. گزارش دیگلی محمود. حل مسائل اجتماعی اهالی مملکت و فراهم آوردن شرایط برای زندگی ارزنده مردم پیش از همه تأسیس جایهای نوی کاری، زیاد نمودن حجم درآمد اهالی، بلند برداشتن مزد مهنت کارمندان، نفقه و استیپندیاها از جمله مسائل مهمترین زمان معاصر می باشد. این است که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عمل کننده وظیفوی خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات‌های بودجتی، اندازه نفقه و استیپندیا از 13 ژانویه سال 2022 به تصویب رسیده. طبق آن از 1 ژانویه سال 2022 معاش وظیفوی خدمتچیان حربی، کارمندان حفظی حقوق به اندازه 25% و دیگر مقامات به اندازه 20% از 1 ایول سال 2022 مزد مهنت کارمندان ساحه معارف، علم، فرهنگ، اجتماعی به اندازه 20% زیاد کرده شود. این غمخواری نوبتی رهبریت دولت و حکومت مملکت نسبت کارمندان ساختارهای دولتی می باشد. جهتی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم پیشوای معظم ملت چاره‌های دائمی می‌اندیشد. به نزدیکی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن معاش کارمندان مقامات حاکمیت دولتی برآمد در حجم 30% که این باعث خرسندی خرد و کلان گردید. یادآور می‌شویم که برای بلند برداشتن معاش این امکان فراهم می‌آورد که مردم دلگرمی بیشتر به کار پیدا کنند و در جاده خود کار و پیکاری زحمت دلگرمانه نمایند. حد اقل مزد مهنت از 1 ایول سال 2022 برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری به اندازه 600 تومانی در یک ماه پیش بینی شده است. همه سال بلند برداشتن مزد مهنت کارمندان ساحه معارف و بنیاد مؤسسه‌های نو زمانوی با پیشرفت ساحه تعلیم و تربیت تحصیلی خود را می‌رسانند. با بلند برداشتن مزد مهنت کارمندان ساحه معارف، هزار نفر آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نورآباد از این برخوردار می‌گردند. وابسته به این غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری به‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آموزگاران را وظیفه‌دار می‌نماید که جهتی آماده نمودن شاگردان دانشگاه زمانوی داشته و وطن دوست زحمت کشند. همزمان مطابق این فرمان از 1 ایول سال 2022 اندازه نفقه عمل کننده یتیمان کل و نیم یتیمان بنابر محروم شدن از سرابان 25% زیاد کرده می شود. از برکت این عمل خیرخواهانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه نورآباد زیاده از 7672 نفر بهره‌ور می‌گردند. در پرتو این اقدام بشردوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان ما رو ضرور است که
ҳамеша оилаҳои ниёзманд ятимонро кӯмаку дастгирӣ намоед, чунки ин амали хайрхоҳона метавонад барои зиндагии шоиста муҳайё намояд. мақсади ин тадбири мазкур асосан барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ ва дастгирии қишри осебпазири ҷомеа ва татбиқи ҳадафмандонаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон равона гардидааст. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. нашри навбатӣ барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. саломат бошед.